سعید آقای 12 ساله سال نو خوانش را نه در کرسی مکتب بلکه در پرتوگاه‌های شهر جنوبی قندهار افغانستان در جستجوی کاغذ و ظرف‌های پلاستیکی سپری می‌کند. او روزی از 4 تا 5 دلار کسب نموده برای تأمین عائله‌شان مصرف می‌کند. من از صبح بر وقت تا شب کاغذ جمع می‌کنم. من باید پول به دست آورم تا روزگار والدینم را تأمین کنم. من نمی‌توانم به مکتب روم. با فرارسی نوروز 23 مارس در افغانستان سال نو تحصیل آغاز یافت. بیش از 3.5 میلیون و یا تقریباً 3.1 نورسان افغان از تحصیل محروم می باشند و به احتمال زیاد این رقم افزایش خواهد یافت. زیرا سبب از مکتب دور شدن خوانندگان نه تنها کمبغلی بلکه آشوب‌ها در جنوب افغانستان نیز می باشند. مکتب کابی قندهار برای نورسان از عائله‌های کمبیزاعت ساخته شده است و آن ظاهراً به قبول 1,500 خواننده مطابق است. فعلا در آن تخمیناً 1,000 نفر تحصیل دارند و میز و کرسی زیاد به چشم نمیخورد. مشکلی اساسی ما ویران بودن مکتب است. ما صنفخانه و میدان ورزشی خوب نداریم. کرسی و میز نمیرسد. آبی آشامیدنی هم نداریم. آرزوی من آموزش و طبیب شدن است. میخواهم به مردم و وطن خودم خدمت کنم. معلم این مکتب میگوید بسیاری از والدان خوف دارند که فرزندانشان در مکتب مورد خشونت قرار میگیرند و یا طعمه گروه‌های آدمربا خواهند شد. چالش اساسی ناآرامی کشور است. مردم میخواهند فرزندانشان تحصیل کنند، اما والدان میترسند که فرزندانشان را به یغما خواهند برد. این یکی از سبب‌های خودداری ارسال نورسان به مکتب است. در سال 2001 وقتی حکومت طالبان افغان برکنار شد، در این کشور همگی نزدیک 1 میلیون اطفال با تحصیل فرا گرفته شده بودند. سال گذشته تخمیناً 7 میلیون نورس و کودک افغان به مکتب می رفتند. این یکی از دستاوردهای بزرگ در احیای بعد جنگی افغانستان ارزیابی می شود. USAID یا خود برنامه کمک بین المللی ایالات متحده ای آمریکا برای برنامه‌های مختلف آموزشی نورسان در افغانستان نزدیک 868 میلیون دلار مصرف کرده است. در همین حال بعضی سازمان‌ها شکایت کردند که حالت‌های زیادی استفاده غیر مقصدناک مواد ساختمانی مکتب‌ها و سوء استفاده ذخیره‌های برای تحصیل اختصاص یافته به قید گرفته شده است. وضعیت می‌تواند باز هم پیچیده‌تر گردد زیرا سال گذشته پاکستان در قطار دیگر پناهندگان افغان بیش از 400,000 نورس و کودک افغان را به وطنشان اخراج کرد. حالا از 4/3 آنها جای برای تحصیل ندارند.